سلام، امیدوارم خوب باشین. رسیدیم به فصل 10. من تو پرانتز بگم فصلی که رد میکنم حالا یا به دل خودم نشستن یا خیلی موضوع جدی نبوده. کلا سعی کردم فصلی که برام جالب تر بوده رو دستچین کنم و روشون صحبت کنم. فکر میکنم مثلا تا الان دو تا رو نگفتم. فصل 10 درباره اثر مقایسه‌ایه و عنوانش اینه که دوستان سوپر مدل خود رو در خانه رها کن. با این مثال شروع میکنه که البته مثال دومشه. اگر ما دو تا سطل آب ولرم داشته باشیم، ببخشید یک سطل آب ولرم، یک سطل آب سرد داشته باشیم، دست راستمون رو یک دقیقه تو آب سرد بذاریم و بعد هر دو دستمون رو با هم داخل آب ولرم بذاریم، اون دستی که داخل سطل آب یخ بوده گرمای بیشتری رو احساس میکنه. دمای یکیه، دمای هر دو سطل یکیه، ولی در حقیقت ما مقایسه میکنیم دما رو با آن چیزی که قبلش بوده و به همین خاطر یک دست روی دست گرمای بیشتری احساس میکنیم. اثر مقایسه این رو میگه که اگر ما خودمون چیزی داشته باشیم که زشت، ارزان یا کوچیک باشه، چیز دیگه نداشته رو زیبا، گرانبها و بزرگ در نظر میگیریم. در حقیقت ما عبارت جالبی میگه، در حقیقت ما با قضاوت‌های مطلق مشکل داریم. یعنی اگه یه نمودار رو در نظر بگیرین، یه چارت ایکس و وای رو در نظر بگیرید، ببخشید وای دیگه ایکس و وای رو در نظر بگیرین، ما نمیایم یک نقطه رو با صفر مقایسه بکنیم. ما یه نقطه با یه نقطه دیگه داخل نمودار و داخل چارت مقایسه میکنیم، میگیم ما با قضاوت مطلق مشکل داریم، در حالی که خیلی وقتا باید مطلق قضاوت بکنیم، با نقطه صفر مقایسه بکنیم. یه مثال خیلی جالبی که در ادامه میزنیم این موضوع رو میگه که آزمایش‌ها نشون میده مردم حاضرن برای $10 صرفه‌جویی در غذا 10 دقیقه بیشتر راه برن، ولی حاضر نیستن برای همون $10 صرفه‌جویی در یک کچلوار $1000 10 دقیقه بیشتر راه برن. کاملا این رفتار غیر منطقی. 10 دقیقه 10 دقیقه است، $10 $10. در هر دو صورت شما یا $10 رو 10 دقیقه رو سیو میکنی یا خرج میکنی، دوتایش یکیه، سود و منفعتش کاملا یکیه. ولی ما به صورت غیر منطقی میایم این 10 دقیقه و $10 رو با این نقطه روی نمودار مقایسه میکنیم، با اون نقطه صفر بردار به صورت مطلق مقایسهش نمیکنیم و برای همین تو یکی برامون ارزشمند به نظر میاد، چون $10 توی مثلا یه غذای $30 خیلی قابل ارزشه، ولی $10 توی یک کچلوار $1000 ارزشی نداره. میگه در حقیقت شما یا باید هر دو تا رو تصمیم بگیری، هر دو تا رو بگیرید در حالتی که منطقی تصمیم بگیرید، یا تصمیم بگیری هیچ کدومو نری. بدون اثر مقایسه میگه اولا تخفیف دادن در تجارت کاملا توجیه ناپذیره. محصولی که $100 بوده شده $70، به صورت منطقی نباید فرقی با محصولی که از اول $70 داشته باشه، ولی مردم اقبال بیشتر نشون میدن به اونی که $100 بوده و بعد $70 شده، چون با $0 مقایسهش نمیکنن، با اون قیمت اولیه مقایسهش میکنن. و اینو میگه که قیمت اولیه نباید هیچ نقشی داشته باشه. اصلا تو سرمایه گذاری هم همینه. میگه که خیلی موقع از بعضی سرمایه گذارا میشنویم که قیمت این سهام خیلی پایین اومده و ارزشش بیشتر از ایناست، ولی در حقیقت قیمت یه سهام همون چیزی هست که الان هست و ما باید ببینیم که بعداً چه اتفاقی براش میفته و بر اون اساس تصمیم بگیریم. در آخر هم برمیگرده به عنوانی که درباره فصل گفته، میگه که اگر دنبال همسر هستی هیچگاه در کنار دوستان سوپر مدلت بیرون نرو. بقیه مردم تو را کمتر از آنچه هستی جذاب می‌بینن. تنها برو یا حتی بهتر از این دو دوست زشتت را با خودت ببر. اینا درباره همین صحبت میکنه که آدما صفر رو در نظر نمیگیرن که خوشگلی تو رو با صفر مقایسه بکنن. خوشگلی تو رو با همون چیزایی که دور و بر می‌بینن مقایسه میکنن و میگه که اگر دنبال همسری، پارتنری کسی هستی، به هیچ وجه با دوستان سوپر مدلت بیرون نرو و آمارش هم همینه که در خانه چقدر رسمی گفتم اینجا شد. آره، خلاصه با خوشگلا بیرون نرو، بلکه اگه تونستی با زشتا بیرون برو که جالب‌تر به نظر برسی. این فصل 10. نمیدونم الان فصل 11 رو بگم یا نه فصل 11 رو تو ویدیو بعدی میگم، درباره خطای در دسترس بودن که تا اینجا به نظرم پرکاربردترین برای من بود. مرسی که توجه کردین. این پشتا می‌بینین اینجوری میشه. یکی از بچه‌ها فیدبک داد که چرا اینجوری میشه. من واقعا عذر میخوام، حقیقتا امکاناتم اونقدر نیست. من با همین فیچر خود مک او اس اینا رو اینطوری میکنم و بعضی وقتا پیش میاد که دستمو میارم اینجا. آره، خلاصه به این شکل. امیدوارم کیفیت و امکانات ما مثلا صدام بهتر بشه. مرسی که توجه کردین.